أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب متن الاجرومیه 16 درس گرفتیم و حالا درس 17 را برای شما برادران و دوستان و خواهشمندان آموزش نحو پیشکش خواهم گردانید. درس امروزه ما و شما باب نعت می باشد. باب درباره نعت است. پیش از اون که این موضوع را شروع بکنیم، اولا درس‌های گذشته را یک بار خلاصه اش را در یادمون می‌آوریم که فعل مضارع مرفوع می شود در غیر 28 جا، یعنی در 10 جا فعل مضارع منصوب است و در 18 جا فعل مضارع مجزوم هست و در غیر این 28 جا فعل مضارع مرفوع هست. اما فعل ماضی و فعل امر اینها مبنی هستند، اینها تغییر نمی‌یابند آخرهایشان. اما فعل مضارع فقط در 28 جا مرفوع و منصوب می شده است، منصوب و مجزوم می شده است. در باقی مانده غیر این 28 جا مرفوع بوده است فعل مضارع. اما اسم را ما و شما گرفتیم که در 7 جا اسم مرفوع می شود. جایهای گرفته ما و شما یکمش فاعل بود، اگر اسم فاعل بیاد مرفوع است. دوم نائب فاعل است. سوم مبتدا هست. چهارم خبر هست. پنجم اسم کانه هست. ششم خبر اینه هست. این شش رو با این 6 تا جایهایی که اسم مرفوع میشد با تفصیل، با مثال ها، با شرح و بیان درس‌های گذشته گرفتیم. انا اکنون امروز 7م جایی ده که اسم مرفوع می شود این رو میگیریم، اما این رو نامش توابع هست. این توابع یعنی فقط مرفوع نمی شود، توابع مقابلش پیروی می کند. اگر مرفوع باشد مرفوع می شود، اگر مجزوم باشد مجزوم می شود، اگر منصوب باشد منصوب می شود. یعنی که ما قبلش نگاه میکنه. اگر مخفوض باشد مخفوض می شود، یعنی ما قبلش نگاه میکند. ما قبلش چی طوری که باشد این هم انا همون طور می باشد. از این حساب اینها را توابع میگن. توابع را یک تا حساب میکنن، اما در اصل 4 تا است. نعت است و توکید است و عطف است و بدل هست. 4 تا می باشد. اما این 4 تا را توابع گفته ذکر میکنن. خلاص اکنون امروز از همین 4 تا یک تاش رو میگیریم. باب نعتی، باب نعت، درباره نعت. نعت از توابع می باشد. گفتیم که توابع 4 تا هست، یکمش نعت می باشد، یا می توانیم صفتش بگیم. نعت و صفت هر دوش یک معنی دارد. اکنون میگه که النعتو یعنی نعت را بیان میکند. نعت چی معنا دارد؟ میگه تابعون للمنعوت فی رفعه و نصبه و خفضه و تعریفه و تنکیره. میگه که نعت پیرو هست. تابعون یعنی پیروی میکند، موافقت میکند و همرنگی منعوت میباشد. در چی؟ فی رفعه، در رفعش. اگر منعوت مرفوع باشد نعت مرفوع میشود. و نصبه، در نصب. اگر منعوت منصوب باشد نعتم منصوب می شود. مثالش میاریم تو اینکه فهمو شود این مسئله. مثلا در رفع ما شما میتونیم بگیم که جاء زید العالم. جاء زید العالم. ببینید جاء فعل ماضی است، زید فاعل هست، العالم صفت زید است. اکنون زید منعوت است، منعوت که مرفوع است، العالم نعت است، این رو هم مرفوع میکنیم زیرا که زیدون مرفوع است. و فی نسبه و نسبه، و در نسبش همچنین نسب میکنیم. به مثل چی؟ به مثل مثلا میگو که رأیتو
زیدن العالمه، زیدن العالمه، یعنی دیدم زیدی صفتش همین است که عالم هست. ببینید زیدن منصوب شد، العالمه همچنین منصوب شد. برای چی؟ به خاطر اونه که العالمه این تابع هست، از قسم توابع است که نعت است، یعنی صفت منعوت پیروی میکند. منعوت زید که منصوب است، برای همین خاطر این هم منصوب شد، آخرش فتحه گرفت. و خفضه و در جرش همچنین، یعنی که مثلا میگه که سلمت علی زیدین العالمی، دیدید زیدین شد العالمی می شود. برای زیدین منعوت است، مکسور است، یعنی مخفوض است، و العالمی همچنین آخرش چی می شود؟ مکسور می شود. انا اکنون این شد توابع. دیده که توابع در چند چیز پیروی می کرده است؟ توابع یعنی که یکم در اعراب و تعریفه و تنکیره، در معرفه بودنش. در معرفه بودنش همین مثال پیشینه را باز مثال میاره، مثلا که جاء زیدون العالمو، زیدون معرفه هست، العالمو را برای خاطر ال میگیم در اولش، برای معرفه میکنیم. عالمون نکیره است، وقتی ال میگیمش معرفه میشود، العالموش میگیم در تعریفش، یعنی معرفه باشد منعوت، نعتم معرفه میشود. و تنکیره، و همچنین در نکیره بودنم منعوت نعت پیروی میکند. به مثل چی؟ به مثل جاء رجل عالم. ببینید جاء فعل ماضی، رجل فاعل. رجل این نکیره هست، مرد. کدام مرد؟ نامعلوم کدام مرد، یک مرد. انا اکنون همین رجلون، ببینید نکیره که هستای، برام خاطر میگن عالمون، العالمون نمیگید، عالمون میگید. اگر یک انسان بگد به خاطر چی عالمون گفتی، میگم به خاطر اون که منعوت اینجا رجلون نکیره هست، مرفوع هست، برای همین خاطر این عالمون را ما همچنین نکیره میکنیم و مرفوعش میکنیم. انا میطور باید شما جواب داده بتوانید. تقولو، اکنون مثال میارد، مثال خودش ببینید. قام زیدون العاقلو، ببینید قام فعل ماضی، زیدون فاعل، العاقلو این نعت، صفت زید. پس قام اینطور اعرابش میکنید به طریق کامل. قام فعل ماضی مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، العاقل تابع يكمل نعت للمرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أنا میتور اعرابش میکنید، اینا میگن تحلیل اعراب. اکنون ببینید قام زیدون العاقل، اینجا ده زیدون معرفه است، یعنی که علم. وقتی علم که بگیم یعنی که نامهای مثلا انسان، نامهای آدمها، نامهای شهرها، نامهای مثلا نامهای شهرها و نامهای آدمها، اینها همه چی هستن؟ علم هستن. اینها معرفه می باشن، الف لام هم نداشته باشن معرفه هستن. لیکن غیر اینها دیگر اسم هایی که هستن، اینها چی می باشد؟ نکیره می باشد. مثلا عاقلون اسم است، نکیره است. العاقلوش که میگه بعد معرفه می شود، بعد معین می شود. معرفه یعنی که معین. این بود حالت رفعش. و رأیت زیدن العاقله، میگه دیدم زید رو که عاقل بود، صفتش همین است که عاقل بود. ببین زیدن منصوب شد، العاقله منصوب شد. برای چی؟ به خاطر اینکه مفعول به است. رأیت فعل و فاعل، زیدن مفعول به است، العاقله تابع است برای زیدن، یعنی که نعت است. نعت مرفوع می شود، نعت منصوب می شود، علامت نصبش چه؟ فتحه در آخرش است. و مررت بزید العاقلی، ببین مررت بزید العاقلی یعنی که گذشتم به نزد زیدی که عاقل هست. ببین بزیدین، زیدین آخرش چی ای؟ مجرور ای، زیدین معرفه ای، پس العاقلی همچنین معرفه شد و آخرش چی شد؟ کسره شد. پس این بود درباره چی؟ صفت. اکنون بعد از این معرفه را میارد که معرفه ها میگه همگی 5 چیز هستن. حاضر این را میگذاریم زیرا اینکه بعضی فایده ها را میخوام براتون ذکر کنم. ببینید برادران، دفتر رو بگیرید و بنویسید. کسی که نمیداند بنویسد، کسی که میداند گوش کنید
براتون فایده یا که همچون یک یادرس. خب دقتید، نعت منعوت را از 10 چیز در 10 چیز پیروی میکند. مثلا زیدون، همین مثال اهمیت دید، قام زیدون العاقلو، انا همینجا زیدون منعوت العاقلو نعت، انا همین نعت منعوت رو یعنی العاقلو زیدون رو از 10 چیز در 4 چیز پیروی کردگی است. این را میگن نعتی حقیقی. با نعت به 2 قسم تقسیم می شود. نعتی چی میگنش؟ نعتی حقیقی. خب دقتی چی است این؟ یکم در دفتر بنویسید، این خوبتر هست. همین 10 چیز اول بنویسید، گفتیم از 10 چیز 4 چیز ده. من 4 چیز رقم گذاری میکنم، رقم بنویسید 1 2 3 4 بالا با بالا بنویسید، یعنی که بعد دومش گپ می نویسید. ببینید، یکم رقم 1 بنویسید، بعدش بنویسید که رفع و نصب و خفض، 3 چیز نه، یکم رفع، دوم نصب، سوم خفض. اینا در رقم 1 بمونید. رقم 1 یعنی که گروه یکم. گروه دوم را تشکیل کنید. رقم 2 بنویسید، بعدش تعریف یعنی که معرفه و نکیره، 2 تا شید. معرفه و نکیره 2 تا. این 2 تا قطعی 3 تا بالا بدگی چند تا شید؟ 5 تا. اکنون 3 تا بالا یک خانه شد، یک گروه شد. این 2 تا با یک گروه شد، یک گروه خاص دیگر شد. میگذاریم به قسم 3. رقم 3 را بمونید. رقم 3 بنویسید، در دومش بنویسید که مفرد یکم و مثنا دوم و سوم بنویسید که جمع. مفرد، مثنا و جمع. شید چند تا؟ 3 تا. این 3 تا قطعی 5 تا چند میشه؟ 8 تا. اکنون در 3 خانه 5 سخن هست یا 5 احکام هست. در 3 خانه 8 احکام است. معذرت میخوام، 8 احکام است. خانه 4 ما بنویسید، رقم 4، در دومش بنویسید که مذکر و مؤنث، 2 تا دیگر، مذکر و مؤنث. انا اکنون همه امیره رقم 1 حساب کنید، 3 تا دارد نه؟ رقم 2 تا دارد. 3 قطعی 2 چند میشود؟ 5 تا. رقم 3 رو ببینید، خانه 3 در نویسید، 3 تا دیگر. رقم 4 رو ببینید، 2 تا دیگر. این 3 قطعی 2 5 همگی 10 تا میشود. انا اکنون از همین 10 تا منعوت نعت در 4 چیز منعوت رو پیروی میکند. اکنون بیا یک بار دیگر همین مثال رو تطبیق میکنیم که چی طور شد. ببینید، قام زیدون منعوت های. در رقم 1 دمو چی نوشتیم؟ رفع و نصب و خفض. رفع و نصب و خفض. اکنون زیدون چی های؟ مرفوع های. العاقل چی میشه دست؟ مرفوع میشه دست. ای خانه یکم یک چیز گرفت، فقط رفع گرفت. در همین مثال فقط رفع گرفت. میگذاریم در خانه دیوم. خانه دیوم گفتیم معرفه و نکیره. زیدون معرفه است، گفتیم علم ها همشون معرفه هستند. العاقل همچنین معرفه است با سبب چی؟ الف لام. اکنون ای 5 چیز 2 چیز گرفت. از خانه دیوم معرفه ش گرفت، نکیره را نگرفت. برای زیدون منعوت معرفه، نعت معرفه می شود. میگذاریم به خانه سیوم. خانه سیوم مفرد و مثنی و جمع بدنه. این مفرد و مثنی و جمع 1 تاش رو میگیره. زیدون چند کسای؟ 1 کس، یا زید. پس العاقل هم 1 کسای، 1 تا عاقل. پس از این جمع 1 تاش گرفت مفرد. انا اکنون ای 8 چیز 3 چیز گرفت. میگذاریم در قسم 4، خانه 4 ما نویسیم که مذکر و مؤنث. انا اکنون ببینید زیدون مذکر هست، منعوت بله مذکر است. العاقل چی است؟ مؤنث است، مذکر هست. پس یک دیگر را پیروی کردن. انا اکنون شید چند تا؟ شید از 10 چیز 5 چیز را پیروی کرد. یعنی که انا همون مثلا ای 10 چیز 4 چیز را پیروی کرد. ای هر یک خانوی نویستگیمون یک تایی را گرفت نه؟ یک دونه ای را گرفت. انا اکنون بگذارید در مثال دیگه که در همین خود کتاب است، رأیت زیدن العاقله. انا اکنون ببینید زیدن منعوت العاقله نعت است. زیدن در اینجا چی است؟ منصوب است. از خانه یکم نصب گرفت، رفع نگرفت. برای چی؟ برای زیدن منعوت منصوب است، برای خود نصب گرفت. العاقله همچنین نصب گرفت. ببینید زیدن معرفه، العاقله باز معرفه اومد. ببینید زیدن مفرد، العاقله مفرد اومد. ببینید
زیدن مذکر، العاقله مذکر آمد. همینطور بی زیدین العاقلی را به مثل همون در مثال نگاه کنید، همون طور کارش کنید. انا اکنون حاضر ما فقط مفرد در مثال آوردیم، بیاید در مثنا با مثال میاریم. قام از زیدانی العاقلانی. ببینید قام از زیدانی العاقلانی. از زیدانی فاعل مرفوع علامت رفعش چیه؟ الف. العاقلانی همچنین مثنا شد، در اینجا ببینید مثنا شد. از زیدانی العاقلانی. اگر جمع باشه میگیم قام از زیدون العاقلون، خستن زیدهایی که عاقل هستند. ببینید معرفه شد، ببینید که جمع شد. زید وقت جمع می شود منعوت جمع می شود، نعت هم چی می شود؟ جمع می شود. اکنون بیا مؤنث را میاریم، همین را زنانه میکنیم. قامت هندون العاقلتو. برای چی؟ برای هند نام زنک است. العاقلتو چیه؟ مؤنث باید شود، بخاطر اینکه منعوت است. منعوت معذرت میخوام نعت است، نعت منعوت پیروی میکند. هند مؤنث است، برای خاطر العاقلتوش میگیم. باز مثال تغییر میدیم. مثنا جاء الهندانی العاقلتانی. ببین الهندانی مثنا دو تا هند، العاقلتان دو تا با عقل. العاقلتانی جمع چی شد؟ مثنا شد، مثنای مؤنث عاقلتانی. اکنون جمع دا میاریم. جاء الهنود، جاء الهنود العاقلات. جمع مؤنث سالم العاقلات. ببینید انا همین تغییر مییابد. این را اکنون در مثال ها تطبیق کنید. نعت حقیقی ای 10 چیز 5 چیز رو از منعوت، از 10 چیز 4 چیز رو از منعوت میگرفته است. انا 4 خانه‌ای که نوشتید کو ای همه یتیتش میگیرد، یک تا. این نعت چی بود؟ نعت حقیقی. بیا میگذاریم به نعت سببی. با یک نمود دیگر نعت داریم، نعت سببی است. نعت سببی چی است؟ همین مثال قام زیدون العاقلو را بیا نعت سببیش میکنیم. نعت سببی چی طور میشود؟ مثلا بگیم که قام زیدون العاقلو، این نعت حقیقی است. نعت سببی چی میشود؟ قام زیدون العاقلو، العاقلو ابوه. انا این العاقلو در اینجا وقت بعدش اگر ابوه بیاید یعنی که آمد زید، کدام زید؟ همون زیده که عاقل است پدرش، عاقل است که العاقل ابوه، زیده که عاقل است پدرش. ببینید قام زیدون العاقلو ابوه، در اینجا چی شدین؟ این نعت سببی شد. نعت سببی دو چیز را، دو حکم را، چقدر نعت حقیقی گفتیم 4 حکم را از منعوت میگیرد کو نعت حقیقی نعت سببی باشد 2 تاش را از منعوت بگیرد، یعنی که حالت اعرابی را رفع و نصب و خفض، همون چیزی که نوشتید کو یکم دیومش را معرفه و نکره را ای قبلش میگیرم. مثلا که قام زیدون العاقلو ابوه، زیدون مرفوع العاقلو مرفوع میشود. مثلا زیدون معرفه العاقلو معرفه میشود. انا اکنون العاقلو دو حالت دیگر ای بعدش میگیرد. مثلا اگر که زن باشد، مثلا مادرش بگید که قام زیدون العاقلتو امه یا اخته. ببینید العاقلتو میگید برای چی؟ به خاطر اینکه بعد عاقلو یعنی عاقل است که مادرش یا خواهرش یا مادرش زن هست، برای خاطر عاقلتو از بعدش میگیرد چی را؟ از بعدش میگیرد مؤنث را، مذکر و مؤنث را از بعدش میگیرد. همچنین مفرد و مثنا را هم از بعدش میگیرد. یا مثال دیگر میاریم قام زیدون العاقلات بناته. انا میتار ببینید قام زیدون العاقلات بناته، عاقلاتو جمع مؤنث سالم است، زیدون مفرد است، العاقلاتو نعت است. برای چی منعوت پیروی نکرد؟ سببش در چی است؟ سببش در این است که العاقلاتو در اینجا این نعت سببی است، نعت حقیقی نیست. نعت چی است؟ سببی. انا اکنون شما اینها را جدا کردنش یاد گیرید. نعت به 2 قسم تقسیم می شود، نعت حقیقی و نعت سببی.
نعت حقیقی از منعوت از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند، چقدر که نوشتیم مثالش گفتیم. و نعت سببی باشد از 5 چیز 2 چیز ده، یعنی که از خانه یکم و دیوم که نوشتید کو رفع و نصب و خفض خانه یکم، معرفه و نکره خانه دیوم، ای همین 2 تا نعت سببی ای منعوت میگیرد حالتوش، چطوری که منعوت باشد انمون طور میشود. اما دوامش یعنی که معرفه و نکره بودن یا مفرد و مثنی و جمع بودن وابسته به فاعلش میگیرد، وابسته به اون اسمی که بعدی العاقلو یا بعدی صفت میآید از اون میگیرد. پس العاقلو در این جده عمل میکند، بعد اون ابوهو که میگیم ابوهو با فاعل عاقلو میشود، یا بناتو گفتیم بناتو بعد فاعل چی بشود؟ عاقلو میشود، که ان شاء الله در کتاب‌های بعدی خواهیم خوان که العاقلو اسم فاعل هست، عمل دارد، چطوری که فعل اسم مرفوع میکند فاعل میگیرد، همچنین این هم اسم عمل دارد، یعنی که فاعل رو مرفوع میکند. با یک فایده دیگر هم همچنین ذکر کنم، قام زیدون العاقلو، العاقلو اینجا ده عمل دارد لیکن عملش ضمیر مستتیر است، هو یعنی العاقل هو. اگر ضمیر مستتیر شد اون نعت چی میگن؟ نعت حقیقیش میگن. اگر ضمیر فاعلش ظاهر شد، رنگی گفتیم جاء زیدون العاقل ابوهو، ببین بعد العاقل ابوهو آمد، ابو فاعل العاقلو هست و این آشکارا آمده است. در این صورت این چی میشود؟ این العاقلو نعت سببی شد، نه نعت حقیقی. نعت چی شد؟ سببی شد. و همچنین میتونه بگه که و رأیت زیدن العاقل ابوهو و مررت بزیدین العاقلی ابوهو، همه همترش که کردید میشود نعتای چی؟ نعتای سببی. اگر بگید قام زیدون العاقلو و رأیت زیدن العاقله و مررت بزیدین العاقلی، در این صورت نعتای چی میشود؟ نعتای حقیقی. نعت بدون نمود تقسیم شده است، نعت حقیقی و نعت سببی. باز یک فایده دیگر در این جمعیتیمتون تا اینکه فایده زیاد شود، همچنین باز همین نعت علت آمدنش با 2 سبب هست، یا موضح است یا مخصص هست. موضح و مخصص بنویسید. نعت به 2 قسم باز تقسیم شده حساب فایده اش. چی فایده دارد نعت میکنیم؟ یا موضح است یا مخصص. موضح یعنی واضح میکند، بعد معرفه بیاد اگر او را موضح میگن. یعنی قام زیدون العاقلو، این صفت بگم برای چی آورده؟ میگم این صفت موضح است، زید واضح کرده که زید کی است. اگر حاضر امجد بگیم که قام رجلون عاقلون، رجلون نکیره است، عاقلون صفتش است، در اینجا صفت مخصص میشود. مخصص صفت چی میشود؟ مخصص. این را همچنین یادداشت کنید، در ذهنتون داشته باشید. پس این بود نعت، پس این بود موضوعات فوایدی درباره نعت. اینها را حفظ کنید و در ذهنتون جا کنید. ان شاء الله این معرفه که 5 چیز می شود، این ان شاء الله درسی بعدی میکنیم تا اینکه درسمون طولانی بعد نشود. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.